ای پری رو سیاه ابرو کردی دیوانه مرا، سرمه چشمی تو جادو کرده دنیای مرا، زنجیری زلفی تو ای شوخ مرا کرده خراب، تو به آتش زده ای دشت و بیابان مرا. ای پری روی تو را خمی ابروی تو را بوسه باران کنم، چشم و ابروی تو را. این لحظه ها قهوه های عثمانی حرفهایم را به شما میبخشم و شما این قهوه را بنوشید و من تماشا بکنم و شما لبخند بزنید و من شادی هایم را با شما قسمت کنم، تقسیم کنم. من دعای روزهای خوبی شما را میکنم و خوب میدونم که شما پیش از دعاهایم به روزهای خوب رسیدید. مثل حالا با شما بودن خاطره ای نیست که از یاد برود. با شما بودن بهار است پر از عشق و امید. با شما بودن یعنی محال است بدون شما بودن. درود میفرستم به همه شما بیننده های عزیز و ارجمند تلویزیون ولایت سوخت. باز هم یک صبح نو پیش روی ماها و شماها آمده. باز کنید پنجره ها را که آفتاب هم ز شفق جانب شما می‌نگرد و صبح بخیر میگوید. صبح نازنین کشور مبارکتان. و امروز مهمان ما هستند شاعری شیرین سخن رادمهر سلیمانی و همچنین رستم عظیمی سراینده خوش آواز و همچنین کنارشان نوازنده رستم جان فرقت قیموف. خیلی خوش آمدید. خب رادمهر، در صحبت قبلی با بیننده ها شما برای بیننده ها وعده داده بودید که این بار با یک کتابی نو، با یک دستاویزی نو میبینید و من میبینم که چراغ دست خدا را آورده. مبارک باشه. خب این مجموعه فراگیری چی شعر و ترانه ها است رادمهر؟ دلم از عشق تو باشد لبالب، بدون تو تنم باشد پر از تب. همون لحظه که از خورشید گفتم بله آخر وطن بودی مخاطب. درود به بیننده های عزیز تلویزیونی ولایت صبح و اونهایی که امروز ما رو تماشا میکنند. واقعا دستاورد دیگری من در سایه ایجاد و آفریده هایم این کتاب دوم من هست که چراغ دست خداست. چراغ دست خدا، چون وعده کرده بودیم و حتما با دستاویز نو و برنامه شما می آییم و اینگاه فرصت فرا رسید که ما در دست کتابی چراغ دست خدا. چراغ دست خدا این کنایه از مهتاب است. بله، می گفتم چون این که کنایه از مهتاب است و واقعا هنگامی که شب فرا می رسد و چراغ دست خدا نه مهتاب همیشه در روی سر ما روشن است و ما را راهنمایی میکند به سوی روشنایی. در اینجا کنایه از مهتاب بودن چراغ دست خدا برگرفته از چند شعری من است و جای در یک دو بیتی هم گفتم و این عباره را استعمال کردم که چنین است: چرا منم امشب به تو یک جای پیوند، بزن لطفاً تو بر آینه لبخند. میان سوژه سرمست ما بود چراغی روشنی دست خداوند. رستم جان، از شما پرسیم چه حال و احوال و روزگار دارید؟ سلام باشید دوستی عزیز. سلام درود خود را، سلام صمیمی و گرم خود را به کلی تماشاگران عزیز، به کلی هموطنان عزیز میرسانم. ما از پی ایجاد و حرکت و خدمت خلق عزیز و از پی ایجاد ترانه ها و کلیپ ترانه های نو. بهترین تا جای اطلاع دارم رستم جان، ماه قبل در فستیوال بین المللی جهانی موازی اشتراک کردید و سزاوار دیپلم و جایزه بهترین آرایش موسیقی گردیده. بیاید از همین فستیوال کمی قصه کنید. من بغیر از سرایندگی کم کم دوست می‌دارم در تئاتر هنرنمایی کردن رو
با درخواست برادر عزیزم سهراب شیخوف رژیسوری تئاتر کمال خوجندی به نام کمال خوجندی ما رو دعوت کردن که در یکی از برنامه‌های که با فستیوالی بیرون از دولت خارج می رود اشتراک کنم. بسیار برایم پسند بود چون که در اونجا هم استعدادی سرایندگی نیز باید استفاده برده میشد و آن نمایشنامه نام گرفت بلبل خوجند و یکی از 4 درویشانی که در اونجا با صدا و با ناله های شاعر کلاسیک تاجیک کمال خوجندی از اثر استاد بود، از اثر شاعر بود، اشتراک کردیم. یکی از درویشان بودم و بسیار خوشبختانه خوشم از آن است که صاحب چنین مکافات گردیدیم و برای ما در این ساحه کار کردن که تئاتر نه هر روز ما میرویم، نه هر روز با تئاتر سر و کار میکنیم، هنرمندی میکنیم، صاحب چنین عنوان شدن خیلی افتخار است. در صفحه فیسبوکی شما من خواندم که این فستیوال طریق آنلاین گذشت. البته ما در اینجا ثبت کردیم، برنامه رو ثبت کردیم و عصبی که کووید است و مشکلی ها هست از این لحاظ ما ارسال کردیم نواری نمایشنامه رو و سزاواری کردیم. البته بهترین، مبارک باشد. سلامت باشید. خب بیاید از رابطه‌های همکاری حرف زنید. چند مدت هست که همراه کار میکنید و چی نتیجه هست و چی به دست آورده؟ سلامت باشید. در اول درباره رادمهر جان گویم بسیار آرام طبیعت، آرام هستند. ما طریق اینترنت با همراه رادمهر جان شناسایی پیدا کردیم. بسیار با من جوان که هستیم بسیار میخوایم که کلمه های معاصر رو در ترانه های خود استفاده بریم و رادمهر جان دریافت کردیم، با هم صحبت شدیم. از همون یکم نقطه‌ای که ما هم صحبت شدیم علاقه اکاجان دو درجان بود، بسیار صمیمانه با هم آشنا شدیم، دوستی پیدا کردیم و اولین کاری ما حالا پیشکش شده است. ما از پی ایجاد اولین ترانه هستیم که ما یعنی اولین ترانه رو مخصوص از تلویزیون ولایت سوخت در برنامه شمیم میسو برای بیننده‌ها پیشنهاد می‌کنیم. حالا شکلی پررش نیست ولی من میتوانم که از ایجادات رادمهر جان آزادانه از کدام که از کجایش که نباشد من گیرمو برای تماشابینان شما مخلصان برنامه شما سریده باشم. آیا شده در هر نفست گریه نمایی، با چشم تری آینه دل را بزدایی، دلتنگ شوی گوشه خاموش نشینی، اما به کسی حسی غمت را نکشایی، مانندی همه گم شده در خاطر باشی، احساس کنی گم شده در خاطره های، وقتی که خودت با خودیت باز ستیزی، از بی‌کسیت ذهن خودت را بکشایی، آیا شده در هر نفست گریه نمایی. این باری دوم بود من حالا در بیرون سراییدم این ترانه رو انتخاب کردم که سرایم. خیلی در رفتی برنامه باز از کجای باشد البته از اون ترانه که ما با رادمهر جان آغاز کردیم من باوری دارم که نصیب کرده باشد یکی از بهترین ترانه ها میشود، زیرا ما سری هر یک کلمه کار کرده ایستادیم، سری هر یک جمله، سری هر یک معنا همکاری کرده ایستادیم و نصیب باشد البته یک چیز خوب نمیخوایم که روز کشاییم سکرت رو، لیکن اگر باشد وقتش رسد ما در این برنامه شما اومده حتما هم ترانه رو با طرز زنده همراه فرخ جان و همراه رادمهر جان میسراییم. حتما. رادمهر چی میگه؟ واقعا انسان ها با هم دیگر زنده هستند، مثلا با رابطه های خوب و زمانی که رستم جان برای من پیام گذاشتن و قبلا هم گفته بودم که من با هیچ حافظ رابطه نکرده بودم. در برنامه قبلی گفته بودم. و وقتی که رستم جان برای ما پیام گذاشتن ما چون از هنر و از کارهای از شاهکاری‌های این نفر خبردار بودیم و پذیرفتیم. واقعا اون نفری که ما رو به این کس پیشنهاد کرده است که هم نفری خیلی برگزیده هست
و چون همکاری را آغاز کردیم یکم مشکلی های بودند اونها. چه مشکلی؟ مشکلی های البته در بخش ترانه، مثلا خودی ترانه، چون موسیقی اینها آماده بود و ترانه که متنش باید درست باشد کم دستگیری کرده، کم در اون هم جزئی و همین طور رابطه ما آغاز شد. بسیار انسان خوب هستند و امیدوارم که این رابطه ما نابسسته میماند. خب چه شعر میخونه؟ دوام زندگانی را به پهلوی تو میمانم، سرم را بر نهال سبز زانوی تو میمانم، نگاهم هر نفس دنبال چشمان قشنگ توست و جای دیدن آینه ها روی تو میمانم. چراغ ماه اگر خاموش شد از دست موهایت، در آن ساعت خودم را پشت گیسوی تو میمانم. مرا هر چند غربت میکشد تا انتهای مرگ، تمام خاطراتم را فقط سوی تو میمانم. گاهی باید پلنگی رشک را در خود گریزانم که گاه اشک را بر چشم آهوی تو میمانم. تو را من در دلم جا کردم عمر برای خود، به لبخندت بگو هر لحظه بانوی تو میمانم. تشکر. خیلی تصویرهای عجیب داره رادمهر. سرم را بر نهال سبز زانوی تو میمونم. چه زیباست. تشکر. دوستان عزیز، صحبت ما ادامه دارد. حالا بیاید یک سوژه رو همراه تماشا میکنیم و بعداً سری صحبت برمیگردیم. حرف‌هایی هست که باید گفت، لحظه‌هایی که باید به جان خرید، ساعت‌هایی که به قرن برابرند. عمر راه را تبدیل نیست چون عمر آدمی، چون کتیبه سرنوشت در لوحه پیشانی. انسان را در این مفزع افتابوس کمالات با یک ذهن دانش، با یک زاویه نگریش، با یک نظر بینش و با یک سلسله فهمیش به سمت شهر شناخت خواهد برد. نفرانی هستند که دلیل زندگی اند. چهره‌هایی هستند که دیدنشان سعادت عمر است و بودنشان سراپا معنی است. این صبح نفری را برای شما چهره کشایی میکنم که بودنش سراپا معنی بود و از روزنه دانش و تجربه و استعداد معرفت را میشناخت. نویسنده و ژورنالیستی ورزیده محمد جان ابیری. محمد جان ابیری، نام اصلیشان یوسف، اون کس اولین استادی من بودن. من وقتی که در صنف ششم میخواندم در مکتب میانه، اولین خبر نوشتم با نام هوسکاران صنعت درباره محفلی صنعتکاران مکتبمون نوشته گرفته آمدم. بنای حقیقت سوق در این طرف بود، به اونجا در آمده اشتباهاً به جای شعبه صنعت به شعبه صناعت در آمدیم. من صناعت نوشتم بود. در اونجا همین استاد ابیری کار میکردن. کس برمد قبول کردن. سن من وقتی که خبر نشان دادم گرفته خوانده بسیار تعریف کردن. گفتن که نقض نوشتید و کده آینده با آمده شد. همون خبر با همتی همون کس چاپ شد در گزیته. همین من به راه وسیع مطبوعات راه گشاد. ثانی با گذشت زمان فهمیدم که اصلا در شعبه صنعت تو ادبیات رحمتی کامل جان پولاتوف کار میکردن که اون کس بسیار قلمکشی با قوت بودن. یکی تقدیر همین بود است. مخبر شعبه صناعت محمد جان ابیری من قبول کرده چاپ کرده همین راه گشاد به مطبوعات. همین طور من بعد بنوشته شدم از حیات مکتب بسیار خبرها نوشته می آمدم. بعد این در گزیت‌های کمسمالی تاجیکستان در منبع جوانان تاجیکستان شد. در بسیار جاها باید شد. همین یک زمانی شد که یک روز خودشان دعوت کرده گفتن که بیا همین یک کتاب براریم. یک کتاب مسیحت کردیم. خیلی چخیل کردن و نامش خودشان گفتن که نامش یوسفستان وانیم چه میشد. برای من اول تعجب کردم. من یکی بینا معنیش در قد معنی هم
نام پدرشان رو دخل میکرد. پدرشان یوسف جان بوده که نامشان. ثانی هم با نام اومن زیبا، نام زیبا بود یوسف. و همون کتاب با همون نام برآوردیم. محمد جان عبیری 8 دکبر سال 1935 در شهر خوجند در عائله دهقان تولد شده است. بعد ختم مکتب تحصیلات همگانی در دانشکده دولتی آموزگاری به نام کیرف، حالا دانشگاه دولتی به نام اکادمیک باباجان غفورов تحصیل کرده است. فعالیت مهنتیش ماه اوگوست سال 1958 در اداره روزنامه حقیقت للین آباد، حالا حقیقت سوخت آغاز یافته است. سال 1972 با امر تقدیر من به اداره روزنامه ولایتی حقیقت للین آباد، امروزه حقیقت سوخت که همگی 1 سال پیش به روزنامه ولایتی تبدیل شده بود و کار آمدم. مرا نصیب کرد که با استادان سخن عثمان جان تاجیبایف، ایوب رحمتویچ عمرов، کامل جان پولادوف، حفیظ خان نعیم و محمد جان یوسفov، اسرائیل جان اسماعیلوف و بسیار دیگران همکار باشم و از استادان در حقیقت فقید علم روزنامه نگاری آموزم. یکی از این شخصان برومند زمان شوروی، عضو اتفاق ژورنالیستان سابق اتفاق سوویتی محمد جان یوسفov هستند که با مخلص با محمد جان عبیری مقاله و آچرک و لوحه های جالب می نویستم. با محمد جان اکا ما آن کس را همین طور نام می بردیم. ما تقریبا 20 سال در یک اداره کار کردیم و با فعالیت ایجادی و تشکیلاتچگی آن کس به واسطه شناس شدیم. من از آن کس بسیار چیزها را آموختم. دوام 20 سال فعالیت یکجایه از استاد دقیق کاری را آموختم و آن کس همیشه به ما جوانان نصیحت میکردند، تاکید میکردند که همیشه تازه کار باشیم و هنگام نوشتن خبر، مقاله و دیگر ژانرهای ژورنالیستی همیشه به فکت و دلیل ها و رقم ها اعتبار جدی دهیم، زیرا که در پس هر رقم، در پس هر دلیل این آدمی زنده هست. آن کس ما را نصیحت میکردند که برای نوشتن یک خبر، یک مقاله اول دقیق آموزید، با همصحبت یعنی که مصاحب خود بارها ملاقات کنید، توسط تلفن صحبت کنید. بعد آن که خبر یا مقاله را آماده کردید حتما با نفری که هم صحبت شده بودید موافقه کنید و تنها در همین حالت خبر و مقاله شما دقیق و نشان رسمی براید. محمد جان عبیری یکی از نفرانی بودند که در بین جوانان آبروی اعتباری بلند داشتند و برای تربیه نسل نو ژورنالیستان کمکی زیاد میکردند. امروز ما افتخار از آن داریم که عبدالمجید باباجانیان، صالح ظریفزاد، میرزا اعظم مقصودov، عبدالغفور امینov و بنده یکی از شاگردان با وفای همان کس هستیم و تا دمی واپسین آن کس را ما خبرگیری می رفتیم و آن کس به ما همیشه دعای خیر می کردن و می گفتند که همین قلم به مراد می رساند. هر کس که با قلم همکار هست، با قلم کار می کند، با قلم سر و کار دارد، البته به مقصد می رسد. محمد جان عبیری به مطبوعات و ادبیات شوق و هوس زیاد داشت. در محیط سازگار سوی کمالات میل کرد. از رحیم جلیل، حاجی صادق، عسکری هلالیان، ارگش محسن زاده، عثمان جان تاجیبایف، ایوب جان عمرov،
کامل جان پولادوف برای نویسندگان و ژورنالیستانی ورزیده سبق ایجادی و معنوی آموخت. پدر بزرگوارم 50 سال عمرشان را به ایجادیات حقیقت لیناباد صرف کردن. میهماندار بودن. از بس که مادرم سلام ازشان نبود خودشان دسترخوان انداخته ما تکلیف کرده تا دانستانشان ایزد میکردن. من پیر یاش نمیگفتن. افتخار میکنم که چطور پدری بزرگوار دارم. اینچنین او به صفت خادم ادبی، ترجمان، مدیر شعبه و کاتب مسئول کار کرده است. در قطار خبر و مقاله، لوحه گزارش و نوشتن آچرک و حکایه، قصه و شعر قابلیت خویش را سنجید. این است که کتاب‌های او زورق عمر، نقش نگین، تهمتن، بازوی ادراک، مشاور، امر وجدان و سرندب به تب رسیدند. در مجموعه های دست جمعی ساحل چراغستان، خاطره ها، ارمغان و موج گویا شریک شده است و اینچنین در قاموس خوجند درباره او معلوماتی مختصر با صورتش جای داده شدند. میگویند که انسان وقتی که به کمال میرسد هر گونه تحولات در زندگی و در ضمیر وی به وجود میاد. استاد بعدی هم که به نفقه رفتن با نوشتن اثرهای نسبتا کلان حجم آغاز کردن. من خوب در خاطر دارم که یک کتابی ترجمه حالی بخشیده به انقلابچی پادشاه رستموف یک چیز نوشتم. یک کتابی دیگرشون بخشیده به خادم دولتی جمعیت امیر ابراهیموف یک چیزی دیگر نوشتم. بعد با دیگر زمره ها لیکن الهامشون کسی بالا گرفت و بعد به نظم دست زدن. در شعر هم گفتن ممکن موفق شدن چون که یک کتاب شعرهایشون با سرسخن شاعری خلق تاجیکستان فرزانه از چاپ برآمد. یک چیزی دیگر رو باید بگم که استاد محمد جان عبیری به آب محبت خیلی خاصه داشتن. من خوب در خاطر دارم وقت یک زمستان خیلی حتی گفتن ممکن قهرتون و بحرانی بود وقتی که من از سواری ترالیبوس از بالای همین کوپری که کوه میگذشتم یک نفر دیدم که در لب دریا نشسته که میشه قید میکنن. من گفتم این آدم کی باشد که در این خنکی نگاه نکرده بالای سنگ نشسته می نویسد. بعد وقتی که به اداره روز آمدم دیدم که استاد عبیری از طرف دریا آمده ایستادن از طرف مهمانخانه. من بسیار خونه خوردگی هستم. من گفتم که استاد بخیر گفتن ای محبتی دریا و دریانامه مرا نماند آرام. و چند اثرها درباره آب مقدسات یا مقدس بودن آب و طرز اسلوب استفاده آب رو هم یک کتاب آب و حیات به فکرم خطا نکنم اگر آب و حیات هم نوشته به قلم دادم. و در خاطر من همین گونه انسان باقی ماندم. یادشان بخیر در ژورنالیستیک ولایت سو نام این کس ابدی باقی مانده است. محمد جان عبیری با افتخارنامه ریاست شورای عالی جمهوری شوروی تاجیکستان نشان سرسینگی علاچی فرهنگ جمهوری تاجیکستان عنوان فخری کارمند شایسته تاجیکستان مکافانیده شده است. دارنده جایزه اتفاق ژورنالیستان تاجیکستان به نام ابوالقاسم لاهوتی و سازمان ژورنالیستان ولایت سوخت به نام حاجی صادق می باشد. ادامه برنامه شمیم صبح هست بیننده های عزیز و ما صحبتمان را با شاعر رادمهر سلیمانی و سراینده خوشاواز رستم عظیمی ادامه میدیم. بار دیگر خوش آمدید و خوب رادمهر بار شده است که نفر سرودی یا شعری شما را خواند یا منتشر کرد و گفت که مال اوست. بله چون در مشورت بودیم در یک جا سخن درباره واژه پرسپاس میرفت و کدام شاعر را بررسی میکردند و یک نفر گفت که در یکی از شاعران ایران اینچنین میگوید سالها گم کردم آیات پرسپاس را، یعنی همین واژه را استعمال کرده است و من خاموش نشستم که ناگاه صدا برآورد یک نفر که این مصری رادمهر است گفتن
و دیگر اونجا همین یعنی پاسخی سوال شما همونجا بود. من الکی درک کردم که اونجا گویا خودی واژه پرسپاس در اونجا مثلا مثال آوردن که از اشعار من اونجا استفاده بردن و نفر صدا بلند کرد گفت که این مصری رادمهر هست، نه از شاعر ایرانی. بعد همه باور نکردن وقتی گفتن که بله این واقعا شعر من است. همه به من نگاه کردن، همه گفتم که بعد تذکر کردن که اون شعر رو باید بخونه و من خواندم. اگر امکان باشد بخونید. بیت میخونه. سالها گم کردم آیات پرسپاس را، از کجا یابم دیگر آن خوشترین احساس را. دل نبود این سو که پشتی سینم گم کردمش، جستجو دارم هنوز آن پاره الماس را. یک قدم تا روزهای سبز و روشن مانده بود، من سراسیمه گذشتم لحظه حساس را. دست من کوتاه و شاخی آرزوهایم بلند، کودکی هستم که میخواهد 2-3 گیلاس را. مرگ می آیی ولی آهسته لطفاً در بزن. مرگ می آیی ولی آهسته لطفاً در بزن، نشکنی تا سینه این مردی پر احساس را. مردی پر احساس را. خب رستم جان، در یکی از مصاحبهاتون گفتید که مخلص بی وفا نیست، هنرمند باید با وفا باشد. یعنی یک چیزی خوب رو پیشنهاد کند و هیچگاه توقف نکند و همیشه در جستجو باشد یک چیزی نو رو بیافرد. و خود شما تا چه اندازه به ذوق مردم کار میکنید؟ تشکر زیاد. از همه اساس محبت عزیزان، محبت هموطنان، محبت شنوندگان و اون مخلصانی که قدر میکنند صنعت بنده را، صنعت اهل گروه ما رو. و برای هنرمند کفکوبی کردن و حرمت کرده در هر کجایی که نباشه پیشواز گرفتن خودش دولت است، خودش یک اساسی اون نقطه است که هنرمند تلاش میکند و حرکت میکند. و نسبت ذوق و خواهش و درخواستای شنونده و تماشاگران مخلصان عزیز، البته ما همیشه کوشش میکنیم که به دل شنونده نزدیکتر چیزی سراییم. به دل محبت، شاید از محبت باشد، شاید از مادر باشد، از پدر باشد، از والدین باشد، از زندگی باشد. عموما همیشه هنرمند باید چیزی که ایجاد میکند باید که اول از قلب خودش باشد. قلب خودش که با همون ترانه آرام گردد، با همون ترانه قلب خودش شاد گردد، من باوری دارم که به دل شنونده و مخلص میرسد. و بسیارتر ما نیز بسیار فکر میکنیم، حرکت میکنیم که به دل مخلصان نیز نزدیکتر چیزی سراییم که تا آنها نیز از صنعت ما و از ایجادات ما با خوشی قبول کنند. خیلی خوب. خب رادمهر، میگن شعر هم فرزند شاعر است و به قول لایق شیرعلی و شاعر نیز در اعجاز و مثل مادران یک فرزند است. خب شما برای این یک فرزند خودتون چی میبخشید و چی نمیرسد؟ فرزند یعنی ایجاد یعنی شعر، یعنی در مجموع گیریم، در اصل بگیریم، فرزند همیشه با محبتی بمانند پدر یعنی والدان نیاز دارد و با شعر هم مناسبتی مثلا پدری و فرزندی کردن خیلی کار دشوار است از آنجایی که ما کم تجربه هستیم. و اما با شعر همیشه روحی امروزی، قبلا هم گفته بودم، نفس‌های تازه و اون شعری که در همه حالت روح داشته باشد و امروزی و اگر در امروز آفریده شده باشد بگذار در عصرهای مثلا عصرهای 30 و 40 زندگی کند. زندگی او همانا و همون روحیه که اون در اون روحیه سازگار بود و آفریده شد بگذار در همون روحیه زندگی کند. و فرزند به همین شعر به شعر به تمامی قرنها زیستن را می‌آموزم. یعنی به کوشش میکنم به هر یک شعر، به هر یک آفریده هایم بگذار 1000 قرنها چون رودکی بود، چون اونهایی که تا امروز سخنشان، تا امروز فرزندهاشون برای ما چراغ به دستند و ذهنی ما رو روشن میگردانند، بگذار ما هم به خود قول دادیم که و به خود
امکان دادیم که تا آفریده های ما هم چراغ به دست قرن ها باشند. یعنی همیشه در همه حالت در همه قرن ها زنده و پابرجا و روشننمای ذهنی مردم باشند. چی نمیرسه؟ و شعر البته زندگی خالی از پر از نرسیدن هاست. زندگی پر از نرسیدن هایی است که همه با آن روبرو هستند و فکر میکنم هیچ چیز به نارسایی نیست و شعر هم همین گونه است و هر یک ایجادکار خون دل خورد به قبل که تا یک چیز ماندگار به قرنها بسپارد و به شعر فقط نفس امروزی روحی سازگار در مثلا روحی پوزیتیوانه باید امروز در شعر باید باشد، فروغ داشته باشد. بله فروغ داشته باشد. بعد امروزها من روی شعرهای سفید بله نیمایی به قول امروز کار میکنم و از ژانرهای سنتی دست نکشیدم، فقط اینکه ژانرهای نو را میخواهم بسیار تجربه کنم و امروزها روی شعرهای سفید کار کرده ساده. خب رستم جان، شما چون این کس از زندگی حرف زدن در جای گفتید که زندگی پر از انتظار است. البته چی انتظار داره؟ شاید من در پیش گفتید که من ساعت 12 یا 1 شب بود که به من نام آمد که ما در کدام فستیوال مینز بلاروس باشد جای سزاواری جای گردیم دیپلم گردیدیم و من هر یک سورپرایز های در زندگی است که خودی آدم حتی با خبرش است، ولی من باوری دارم که برای اون انتظاری که ما انتظار میشیم باید مهنت کرد، حرکت کرد. هم انتظار شد. خب رادمه کی احساسی به خاطر چیز زندگی کردن در شما پیدا شد؟ این احساس حالا هم هست؟ بله. کی؟ بهانه‌های هستند برای زنده ماندن و برای زندگی کردن. بهانه‌های هستند که اونها واقعا در زندگی ما ارزشی داشته ها هستند. اون ارزشی داشته ها را نمیتوان مثلا جزئی بگفت و هر روز هر چیزی که در زندگی ما را احاطه کرده است اون بهانه زنده ماندن و زندگی کردن است. بهترین بهانه‌ای که برای زنده ماندن هست این محبت عزیزان و اطرافیان به خانوادگی هست که هر کجا که هستی باشی و قرار داری اونها نگران تو هستن، اونها سراغت میکنن. هر جا که هستی تنها ماندی تکیهگاهت هستند و سراغت میکنن و آرامشت میبخشند که این البته از برگرفته از محبت مادر است. بعد بهانه‌های زندگی زیاد هستند برای زنده ماندن، به معنای اون که نیمه ها هستند، مثلا دوست ها هستند، رفیق ها هستند، اونهایی که واقعا ارزش زندگی هستند، این ارزش های زندگی. ابر افسوس مرا پوشانده آسمان دل من میبارد، خاطرم افسرده و نگاه هم رهی برگشت تو را پی برده. دستم از آینه پرسید تو را، روشنی می لرزد، لبم از وسعت تنهایی به شدت می سوخت. خانه از دوری چشمم به خدا می گیرد. چقدر دلتنگم، چقدر عطر خیال تو مرا می پیچد. خانه‌ام بیرنگ است، لحظه ها اوریانند، غصه از سقف دلم می بارد. دل مجروحی مرا بیکس و تنها ماندی. حجتت چیست بگو، تو چرا آیت رفتن خواندی؟ حجتت چیست بگو. منو یک قبضه سوالات معلق مانده، منو یک صفحه خالی و نگه ناخوانده. پشت این پنجره های بسته یک نفر میگرید و گواهی غم من تاریکی است. من تو را می جویم، من تو را می خواهم. چقدر آمدنت را تا حال پس این پنجره ها می پایم. چقدر ساده به دنبال تو می ریخت به هم دل ناچار و زمین خورده ای من سراپا آهم، من سراپا دردم و در این لحظه در این تنهایی فقط ای ماه تو را می خواهم. پس بیا ناجی من باش و مرا خندان کن، خنده را آور و اندوهی مرا زندان کن. عشق را مهمان کن. عشق را مهمان کن. بله. این تصویرها را از کجا میگیرید رادمه؟
از آموخته ها هستند، از کارکردهای ذهنی هستند و از همه آن حالتی که یک شاعر میتونه مثلا آفرد. تصویرهای هستند که شاعرانگی اینها رو فقط شاعر احساس برای می‌کنه. شاعر بودن و برای شعر نوشتن باید بیشتر مطالعه کرد البته یا این استعداد خدا داده است؟ مسئله ها و قضاوت ها راستی در این مورد خیلی زیاد است. مثلا میگویند که استعداد و آموزش مثل یک زنجیره هستند که با هم پیوست. بله، اگر استعداد باشد و آموزش نباشد پوچ. رستم جان چی سرود میخونه؟ من از اول به تو گفتم عزیزم یاری همدردی، غلط کردم نفهمیدم برای من تو همدردی. تو با پدرود از سر زمینی عشق من رفتی، کجا شد این که میگفتی برایم بهترین مردی. هوس بازی نکردم من با پاسی چشمهای تو، مرا مانند خود شاید بدهکار گمان کردی. من از اول به تو گفتم عزیزم یاری همدردی، غلط کردم نفهمیدم برای من تو همدردی، غلط کردم نفهمیدم برای من تو همدردی. یک ترانه چیز دیگر هم بسیار خواستم که کمتر به طرز زرافشانی شود، همین چیز نیفتاد از شما. طرز زرافشانی اینجا یک اون خیلی زرافشان ما نزدیک شود. خب بیننده های عزیز، تو ماندم که ما یک سرودی زرافشانی پیدا میکنیم. من نوبت رو به همکارمون موجوده ددبای و میدهم. مرحمت. آزمون جمهوری فروغ سپیدانوی کتاب است. سال سیوم است که در سراسر کشور برگزار کرده می شود و الکی در جایها دور یکم آن راه اندازی شده اشتراکچیان به دور شهری آمادگی می بینند. در برگزاری این آزمونی با نفوذ نقش کتابخانه ها نیز نظررس است. چند پیش در کتابخانه عمومی ولایتی به نام تاشخوجه سیری تالاری مخصوصی همنام آزمون تأسیس یافت که آن پوره برای طلبات آزمون نگرانیده شده است. کتابخانه اصلاً مخزن خیرات، جای علم آموزی و معرفت اندوزی بوده در غنی گردانیدن سواد نسل‌ها مساعدت می‌کند. متخصصان این بارگاه خیرات مسئولیت خود را چون همیشگی خوب درک نموده طلبات هر یک خواننده را قانع می‌گردانند. از لحظه های اولین اعلان شدن همین آزمون ما کتابداران احساس نمودیم که واقعاً یک در زمینه همین تدبیر یک جریان، یک تحولات، یک دگرگونی بسیار چشمرس در مورد رشد و نموی فرهنگی مطالعه کتاب، آموزگردانی، خواندن کتاب رخ داد و توسط همین آزمون نمایندگان تمام قشرهای جامعه به مطالعه کتاب و عموما به کتابخانه ها بیشتر رو آوردند و در برابری زیاد شدن تعداد استفاده برندگان و خوانندگان کتابداران هم مسئولیت بیشتر خود را احساس نمودند، چون که برای خانه گردانیدن درخواستی
اشتراکچی یا داوطلب آزمون مذکور کتاب و سرچشمه‌های بسیاری ادبی و بدیعی ضرور است. یعنی این آزمون در ساحه کتابداری هم یک تکانی بسیار جدی را به وجود آورد. толори навтасис дар назди шӯъбаи хизматрасонии китобхона амал намуда боиси ҷалби бештари истифодабарандагон гардидааст, зеро шӯъбаи мазкур доираи васеъи фаъолият ва хадамоти китобиро ба ӯҳда дошта асосан ба хонандагоне ки ба хона барои мутолиа китоб мегиранд хизмат мерасонад. ин толор имкон медиҳад ки ба иштирокчиёни озмун, яъне ки аз ин шӯъба ба он шӯъба нарафта дар як ҷо адабиёти лозимии худро дарёфт карда мутолиа намоянд, ба хона гирифта раванд. тамоми намин маъхазҳои ин шӯъба барои иштирокчиён омода карда шудааст. дар ин ҷо номинатсияҳои ин озмун, яъне ки дар алоҳидагӣ ҷамъоварӣ шудааст ва ба рафъҳои китобмони мо ин китобҳоро ҷудо намудем аз рӯи номинатсияҳо. ба муносибати 30-солагии истиқлолияти давлатии Тоҷикистон баргузор намудани озмуни фурӯғи субҳи донои китоб аст падидаи нек буда аз тинҷиву осоиштагии мамлакат дарак медиҳад, зеро имрӯз дар Тоҷикистони озоди мо тамоми шароитҳо фароҳам аст то насли наврасу ҷавон тавонанд дониши худро пурраву сайқал дода дар чунин озмунҳои бонуфуз ширкат варзанд. صحبتی ما ادامه دارد بیننده های عزیز و ما پیدا کردیم همان سروده که ما در جستجویش بودیم، یعنی سرودی زرافشانی، سرودی خلقی. و حالا سرود رو میشنویم و بعدا با صحبت رو ادامه میدیم. مرحمت رستم جان. سلامت باشید. فواره گیسو با قرص میسرایم. لبخندی لبا همیشه ارمانی من است، رویت به خدا نصیب چشمانی من است. هی لبخندی لبا همیشه ارمانی من است، رویت به خدا نصیب چشمانی من است. در لحظه درسی عاشقی خاموشم، عشقت به دلم نموی پنهانی من است. ای عشقت به دلم نموی پنهانی من است. مویت به فضا عطر پریش آویزم، ابروی تو مود تاجیکستانی من است. هی دیوار بلندی چین بود شانه تو داده، گر تکیه کنم به شانت شانی من است. جان دیوار بلندی چین بود شانه تو داده، گر تکیه کنم به شانت شانی من است. ای داد لبخندی لبت همیشه ارمانی من است. سلامت باشه. زنده باشه. سلامت باشه. رستم جان. عالی باور کنید. رستم جان. چون میدونید صنعت راهی پرپیچ و تاب، گاه دلگیر کننده و رقابت پذیر رو دارد. البته. خب در این جاده رستم جان چی چیز پیش راه شما رو میدارد و کی دست شما رو میگیرد؟ سرجم کردن گروه خودش یک مشکلی بود. وقتی از اونی که با هم هستیم همیشه به گفت خودتون هیچ گاه به خطاگی نمیشد، به مشکلی و به یک دیگر نافهمی نمیشد. همیشه باید ما بحث های هم دوستگی هست و هم نسبتی صنعت و هم نسبتی ایجادیت خیلی بحث ایجادی. البته خیلی سالم. خیلی البته خیلی مشکلی زیاد ما رو فرگور میشد. حتی یکی من چیز رو میگم که از همه ما در گروه کلانتر فرقجون است. بسیاری وقتی که من عصبانی میشم یگان سخنهای شاید هر خیلی سخنها گفتم که آروم میکنن. رستم جان همش لازم میشه. مثلا یک ترانه رو من پسند میکنم یا دریافت میکنم یا ایجاد میکنم، پیشنهاد میکنم، اینها قبول نمیکنن و من خیلی علم آور است که من شبی دراز مهنت کردم سری یک ترانه رو یگان قبول نکرد، نظرش آهنگای مرا نگرفت. از روز با اینها شرط میگذارم که شما نباشد من با هم خیلی آهنگ سازید که بدلی با همگان پسند باشد. ما در عین اهل گروه چونی هستیم که اگر یک کس انتخاب نکرد دیگر اون ترانه پیشنهاد کرده نمیشه. البته همین 8 9 نفر شدیم، ما 9 نفر باید که همه
با یک آواز ترانه میشنگی یا چیزی میشنگی. از این لحاظ مشکلی خیلی زیاد میشن. مشکلی بدون این به فکر من زندگی بدون مشکلی معنا نداره. خودش زندگی است. فرمولای شعر چی است؟ سوال عجیب. فرمولای شعر برعکس باید بگویی که فرمولی روحیه چی است. خب فرمولی روحیه شعر است و فرمولی شعر جذابیت شعر است. مثلا یک نفر شاعر شعرش را میخواند یا هر کس که در هر جایی که باشد شعر میخواند، شنونده یا سامع یا من خواننده همون شعر در قالب اون شعر احساسش غوطه‌ور میشد، یعنی احساسش در قالب اون شعر جا میگیرد و همون حال و هوای شعر را به خود در خود میبیند و اون وقت اون فرمول شعر است. یا برعکس فرمول روحیه که در شعر نهفته است که این واقعا تصویری هست که در اینجا من گفتگی هستم در یک شعرم که شعر فرمولی روحیه هست. بله. یک پراکندگی برای شعر دارم و قبلا گفتم که هر شاعری که در هر جایی که شعرش را میخواند و دیگران به او عکس العمل نشان میدهند، اون واقعا شعر است. مثلا یک نفر میگوید واقعا که مثلا آفرین یا اون واژه هایی که تلقین میدهند از یعنی همون از تاثیرات همون شعر نسبت به خودیت شنونده. شعر چیست؟ شعر چیزی است اگر من گویم ز کف دست دلم می آید، یعنی در مشتی من است. پشت این پنجره باز به دنیا نگرم، شعر در فاصله بین دو انگشتی من است. با من شعر یک قرن دراز است که 200 عصر دیگر می آید. شعر یک ولوله امروزی است و به سرخط جهان افروزی است و تو در قالب آن هر نفسی است. شعر عشق است و شعور است، شعر در روحیه نور است، شعر در حولیه مادر من آتش قلب تنور است و همان مهر سرور فرمول روحیه هاست. شعر این یک نگاه تازه برخورد خداست. بهترین. رستم جان، میگن 3 چیز انسان رو تغییر میدهد: پول، شهرت و حتی دانش. بار شما احساس کرده اید که تغییر یافته و شهرت شما رو تغییر داده است و تا کدام اندازه؟ اگر از انسانگری و آداب و احترام گوید، نه البته من همیشه حرکت میکنم که دست پیشی بر باشد، حرمت و احترام باشد. این اصلا اول باید آدم باشی و شهرت شاید هم پول میگیرم هم دانش. در این 4 سال فعالیتی من البته شکر میکنم شهرت از پیدا شد. خیلی بابت پولگوی هم نیز در حرکت هستیم، کار میکنیم. بابت دانش خیلی زیاد شد. من در این 4 سال ایجادی، در 4 سالی که فعالیت میبریم همچون سرونده بین خلق هنرنمایی میکنم. یعنی شهرت شما رو دیگرگون نکرد ولی تغییر یافته؟ تغییر یافته البته. گفته میتونم که نسبتی صنعت دانش خیلی زیاد گردید. فهمیش و درک کردن هر یک صدا و هر یک ناله ها و هر یک ایجادی که میکنیم درک کردن از 4 سال پیش یا 10 سال پیش رو گیریم تماما با فایده و مثبت گشتن. و نسبت شهرت یگانه چیز رو من همیشه در خود پرهیز میدارم که احتیاط شوم که یگان سر و لباس بزیر نپیشم برای مردم که این چیز کم در ترس رو پیدا کرد. شهرت من از شهرت البته افتخار شهرت نیست. البته نیست. من افتخار میکنم، فخر میکنم، شکرگزار هستم از هر یک چیز، لیکن اون شهرتی که انسان ها استفاده میبرن از چیز در وجودم نبود، حتی نیست. یک چیز دیگر احسان واقعا هستن اونهایی که غره شهرت هستند و مهم انسان بودن است در همه حالت. چون که هم اقبال میگوید 1000 ساله را هست تا مسلمانی، 1000 سال دیگر تا به حد انسانی.
خب عجیبی کار این است که خود انسان این چیزا پی نمیبره. بله. این چیزا در بیرون شاید دیگرها میگویند. مثلا رادمیر خود شما مثلا 3 سال پیش وقتی که اولین بار صحبت کردیم و امروز صحبت میکنیم چه تغییرات در خودتون دیدید؟ شاید از نخستین روزهای و از نخستین تجربه بود که من در حالت مصاحبه قرار داشتم. اون وقت خیلی اصلا خانه نیستم از اونه که از اون امروز از و همیشه در حال تشکل باید انسان باشد، اما فکر میکنم اون اندیشه هایی که 3 سال قبل گفتم اون اندیشه های 3 سال قبلی هستن و اندیشه که امروز میگم اندیشه های شاید تازه و خیلی تفاوت میکنن. بله. بعد از 3 سال بیم با اندیشه نم نشد. وقتی که پروسس حیات مثلا البته تغییرات داشته باشد اون حیات نیست. بله. امروز من از دیروز من فرق میکند. جای هم گفته بودم که میانی فصل ها تکرار بودم. بله، تکرار ناتکرار بودم. اگر سیب دل من سرختر شد من از لطف خدا سرشار بودم. بهتری. خب در انتهای صحبت میخواهم با یک جمله که معنی زندگی شماست و همه داشته های شما رو خلاصه میکند صحبت رو جمع کنیم. اول هم گفتم معنی تمامی بوده های ما، ارزش های زندگی ما هستند و پیش از همه میهن جان و جان ما است که میهنی که ما را همیشه در دامن ناز پرورد خود پرورش میدهد و امکانیت میدهد که ما خوب زندگی کنیم و واقعا از وطن گفتن خیلی برامون افتخار است و گلواژه هم شکفت و باغ و چمن نوشتم، لبخند زد خدا هم وقت وطن نوشتم. این هم بود برای این وطن جان و جانی ما. بگذار وطن ما همیشه آسوده باشه و در سرزمینی در زیر دستهای صلح و آرامش و امنیت و خاطر جمعی محکم باشد و همه بتوانیم که نفسی آسوده و خوش بگذرم. این یک جمله شما چقدر غنی است رادمیر. رستم جان چی میگوید و با چی سرود با بیننده های عزیز خداحافظی میکنید؟ البته آرزو میکنم باز که صحبت ها و همکاری من و شما مبارد مهر جان قوی تر گردد، استوارتر گردد. در ادبیات تاجیک، عموما در فرهنگ تاجیک، در تاریخ خلق تاجیک بزرگ از همه والاترین و از همه فخرترین کاری است که شعر است و من فخر میکنم که زاده چنین دیار هستم. فخر میکنم که زاده هم دیار رودکی و لایق و ترسم زاده و دیگر بزرگان عزیز هستم و من امید برام میبندم که رادمیر جان یکی از بزرگترین عزیزان ادبیاتی ما گردد. و یک ترانه در اینجا: من از این زندگی ساده تو را میخواهم، من از این بخت خدا داده تو را میخواهم. با اجازه شما میسریم و با تمام تماشاگران عزیز من خداحافظی میکنم. خدا نگهبانشان باشد، همیشه سربلند و خاناباد باشم تا دیدار نیک در روزهای نیک زندگی. ما نیست تمنا میکنم که همیشه با یک نیروی نه، با یک الهام و ایجادی نه همیشه تابع بیننده ها، تابع مخلصان، تابع تمام خواننده های خود را شاد کنید و همیشه موفق باشید در همه جاهای زندگی. تشکر. سلامت باشید. من از این زندگی ساده تو را میخواهم، من از این بخت خدا داده تو را میخواهم، من از این زندگی ساده تو را میخواهم، من از این بخت خدا داده تو را میخواهم. گهی آنقدر پر از غربت تلخم تنها، قهوه‌ای با شکر آماده تو را میخواهم.
گهی آنقدر پر از غربت تلخم تنها، قهوه‌ای با شکر آماده تو را میخواهم. من از این زندگی ساده تو را میخواهم، گرچه بی حالم و بی بال و پرم میگفتی، پسی سر در گمی جاده تو را میخواهم، پسی سر در گمی جاده تو را میخواهم. به خوشایندی چشمان تو سوگند ولی پیش این آینه ایستاده تو را میخواهم. والا به خوشایندی چشمان تو سوگند ولی پیش این آینه ایستاده تو را میخواهم. جان من از این زندگی ساده تو را میخواهم، من از این زندگی ساده تو را میخواهم، من از این بختی خدا داده تو را میخواهم. من از این زندگی ساده تو را میخواهم. شاملو میگوید لازم نیست که یکدیگر را تحمیل کنیم، کافی است که همدیگر را قضاوت نکنیم. لازم نیست که برای شاد کردن یکدیگر تلاش کنیم، کافی است که به عیب خود بنگریم. لازم نیست، حتی لازم نیست که یکدیگر را دوست داشته باشیم، کافی است که فقط دشمن همدیگر نباشیم. در واقع کنار هم بودن، شاد بودن و با آرامش زیستن خودش یک شاهکاری است. اینجا انجام برنامه شمیم صبح، تا نزدیکترین دیدار، خیر.